سلام عزیزان همراه. اینجا خانم سونوگرافی خانمی رو میخوایم به شما نشون بدیم. ایشون 30 سالشه، 5 سال ازدواج کرده، ولی خب ایشون حدود در 15 سالی که دچار آیسکی زودرس شده، یعنی اصلا ایشون عادت نمیشد یا آیسته شده بود. وقت اومد پیش ما براش اهدای تخمک گذاشتیم و خدا رو شکر تو اولین سیکل IVF با اهدای تخمک ایشون حامله شده. با هم میبینیم. شما نشون بده دست من نمیتونم. این بچه دستت اینجا بذار خانم، اینجا که من دست گذاشتم بذار. این بچه هست، قلبش هم داره میزنه. خب من ترجیح میدادم بزنم این بزرگتر باشه بعد فیلم بگیرم. ولی این مریض اکثرا از شهرستان های دور میاد، یعنی دیگه پیش ما نمیاد. اینا اولین سونوشون رو میانه دیگه میرن. برای من گفتم من الان فیلم رو بگیرم تا هستن. بچه یه دونه بچه تشکیل شده و کاملا هم خوبه. این قلبش حدود تقریبا اگه بخوام حساب بکنیم یه چیزی در حدود 7 هفته است. مبارک خانم، برای همه دعا کن. خیلی ممنون.